السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، الله برکاته. چی اوضاع؟ خوب هستید؟ اینجا که نازک زندگیتون سوزان بجور هستی. ای بخشش که گریپ های گریپ. خوب دوستان، الله اکبر. خوب میشینیم صحبت میکنیم کمترک از مسجد. علیکم السلام و رحمت خدا برادران، خوب هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی حال داری دوستان عزیز؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خوب تینش ناس کارتون خوب هستن بجور هستید اینجا که الله برکتون چه اما تینج سرت خیلی نشون که این سر دوستان عزیز، این سر دوستان عزیز. دوستان عزیز ها یک مرتبه هم اکران میچسبه شکنه تشویش نشوه با میدرم در اکران دوباره بزنه تا لایک شوه. ماشینی مرا ماندی. ماشین چی بچه سوزید شگر الحمدلله. خوب هستی شما تینجا احمد؟ چی حال داری در گرم نرم؟ در کدام شهرهای کی در کدام شهره؟ ما در خانه خدا در مکه هستیم. اینجا گرم به حد 33 تا 40 چند گرادوس می شود. الله برکتون چه خوب هستی تینجی؟ خوب سلامتی تو خوب؟ قدمی صحبت کردن یکم سوال داری میتونی دوستان عزیز در چی در تلگرام پارت گفتم سیلکره بود روی صحبت کنیم. انشالله شما نیز در حق ما دعاگو باشی. یوتیوب با فونکسیون من در خانه خدا صادق سفر رو در گسنیسه حاضر شد. شادی گدای میگه میگه که حقارت درسته. او حقارت هایی که ما را کردین اگر شما بشنوی خیال میکنم که یگان ذوقش نمیمونه. با ما هم یک پدرش حقارت کردیم. برای که اگر کسی حقیقت بفهمی در تلگرام درو ما پارتوفتگیم خیلی حقارت های بیزیب میکنن نمیمونن در کنسه کورا باری. خدا هدایتشون کنه. خب یگان سوالو داشته باشی مرحمت همین تلگرام همین خیلی دخالت نمیکنم. همین تلگرام بابا جان 88 هم داشته باشه حاضی هم برو در تلگرام بدرو گوش که با برو مایلش برادر جان از اینا باید برگمون میگیره میپرتامش از یک زمان افیر میچسبه التماس و دلیل نکنه نروی. خوب
خب همینطوری من نبودر اومدم تلگرامی باباجان 88 هزار باباجان 88 بزنید 2400 подписчик دارم. فرید رحمانов در خانه خدا من در خانه خدا نبودم من در شهر طایف بودم اونجا کنکورسی که یک زرم رسید مدینه بدروی در همو تلگرام من حقارت بشنو بعد ابرات نبدرو در همینجا بگو برادر من معقول بودم یا نه مایلش به خاطر که چی دشنامه نمیکنم تلگرام باباجان 88 بزنی 2400 یا 500 подписчик دارم در جای پلیس کش مایلش برادر بکار وی بد نکنی خوب برادر خب ما وقتی چی نکردیم اکا درباره سلاح خونه گفت الله هدایتت کنه اونجا سلاح خونه نیست اونجا یک جای مسلمان ها هست یک جای برادر ها هست جای خواهرای هست که کار میکنن 120,000 آیید میگیرن در این زمان کی میتید خدا هدایت کنه یک کسی یک نون داده نمیتونه با گاو میزنی اخیرت که مردم ها با کار تامین کردن خصوصا بعضی بچه ها میان به حد سرکش هستن آهای را جا با جا کردن شوخی نداره خوب دوستان باشه در این ماه شریف رمضان چونان دشنامات میکنن اگر یک احترام شد چی کاره یکو کاری اوشنای یعنی که میوه جدا می کار بازمی نیست پاتنتی پد مسکو داشته باشی مثلا انگور جدا مینن زردالو میاد تربز میاد خربز میاد پامیدور بودرینگ همین اوشنای خلاصه 120,000 خواهرو اپا برادرو کار که کمپیرون اندازه کار که هستین پیش خوبیش همین بود که شخصانی که به حجت کار میکردن یعنی دیپارتاسیا و ایدواری هم قبول میکردن برای خپ دم بود روی نه بلاگر بعضی قنچقای ما که ویدیو شپا کردن روز که افشین تلگه با قدم هم تاجیکستان بزی کرد رفته هم جرا زخمتید کردن 76 کس دیپارتاسیا کردن یعنی شخصی که ویدواری دیپارتاسیا خیلی دیپارتاسیا کرده برمادگی رفتگی نیست همجا میومد کار میکردن مثل که به حجت هم کار میکردن روی همه دیگه همشو اولی کردن برفتن همون این همجا قریب هفته که بود انشالله برادر ما صورت هم بچه را یافتم صورتش موندگی یعنی که در همین تلگرام من بدروی تلگرام من گل افتاده بولش موندم تلگرام من بدروی در همونجا این حق در این رمضان نپریاد نش تو به حقیقت کار بفهمید در تلگرام پارتوفتگیشون السلام علیکم بدروی هم بچه را میشناسی کدمید بفهمه که چی حقارت ها کرده بدبخت نکی شما هم یک طرف کشته رفته سفریدون سوزید اینجی الله برکت یاد یک بچه اگه تاجیکا بود نامش فراموش کردم لعنتی الله به سرش ای خونه خدا برم با هم قطعه دارم کار دارم شنورت تبارم زود علیکم سلام فریدون سلام علیکم با قطعه کار دارم ساق سلامت بریم بعد میگیم که قطعه چیه کیه چی به هست تا میگو تو بی آخر رمضان میگه چی به خسته میتونی گیشنه تشنه خونه خدا گرم مسئولیت در بالای مردم رفته اومده شوخی نداره دوستانی عزیز ما بوچیگه برایشان کن ما در ویدیوش بکنم در تلگرام بدرو فریدون هست صورتاش در تلگرام بدرو سلام علیکم کردم اونجا صورتاش هست بگی حجر و جورش کن تلگرام بدرو مسئله حقارت هم میگن من در افیر حقارت نکردم میخوام چی خطا بجو میکنی کی سوخواست کی بجو کرده نفهم دستم خطا افشه نفهم دستم برادر
چی به ادمینی چی نفهمیدم. در حق بچه وعده دو، در حق همه دو گوشت. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادرم من همیشه ادمین میمونم، بچه را من بهوده نگردیم، مسرور مو بهوده نگشتیم. مسئولیت در گوش من در همه جای بخدا خیال میکنم. یک خیال تمام در خدا میونم نیست کنه. الحمدلله که خداوند مسئولیت سنگین در گوش من داده. یادش آبیار، یادش معیوبه کلیسکا بیار بردن آوردن، ایش ناز میکنه، ایش میشکنه، ایش تلفنش گم میکنه، ایش چیزی نداره. علیکم سلام اکا جان. من برای پیست که والاس کجا مراجعت کنم میخواستم شما پرسم. برای پیرسد که والاس همون شرکت آغوز میده ما رکلامش میکنم بدیل پر برادری نموی سر من آخه یک حال بده ما کو. ما مینت نمیکنیم. من سوال کی را سوال اکرا جواب دادم که چی خسته میتوی یا که وایش سوال بوده که در عبادت که الحمدلله عبادت داریم. عبدالله میگه دشنام در خونه علامه در پیش مکه در پیش کعبه دعا نکردم. من در طایف بودم. میگم کدمیت که همی پریتنز داری، کدمیت که میخوای که حقیقت فهمی تلگرام من بدرو من ویدیو را پارتوب تگیم قطعی صورت یا بچه دشنام کن همه اختون گوش کنی بعد ابرد نه هم جا بدوره. تلگرام من 2000 پادپیش 2400 پادپیش داره. بزنی بابا جان 88 بزنی 2400 اونجا با بسیار بابا جان میبره بدوره همه گوش کنی بعد بیای بعد صحبت کنیم. ها اکا جان میگم همه وقت نصیب عبادت در خانه خدا نیست برای همون میگم نفهمیدم. رحمت برادر جان میفهمم. من در مسجد مینه در مسجد مینه اینجا مسجد در مسجد گام زیستم در گور راه نشدگیم رازبوری لانگاری قطعه اسم شریف چیزی نمیدونم. عمر الله هدایت کنه اینه بعد میگه شما حقارت این اکاد این حقارت کنه. من چی حقارت کنم؟ الله هدایت کنه. خدا ما را کی به این روزو میرسه. الله همه نصیب کنه. آجی دندون کی میمونی ان شاء الله. همین کمپانی زمزم دروغه سوخوس الله هدایت کنه. الله هدایت کنه که خدمه بدی تو حضرت مدریاتر بدی. اینا من ای مدریاتری گرفتم. چی مش چی پر کیرا بردیم کردیم از خدا نمیترسی جانی مونی. الله هدایت الله هدایت نه الله هدایت کن. دعا کنی اکا جان بچم شفا کن. الله همه ما شفا کن. عمر کسی راست حقارت نکنی رمضان ای بخدا. اون بچه تمام سیمه من دشنام کرد همو افیر بدم که من برای چینم داشت مدینه تور صحبت داشتیم دام تلگرام بدرو ببینش این مدینه را دفع کن نوشکلی مدینه نه الله شاید دروغ ایت آمده داغمو. السلام علیکم السلام و رحمت الله. اگر اون مدینه اینو علم حق دلیل می داشتن از میدونی چی کارو من میکردن نداشتن یگان استماتولوگ نمیدونی ما را دندون کنیم هست پرای برادر عزیز پرای برادر بسیار. السلام علیکم ای وقت علیکم السلام مردم افیر علیکم السلام. السلام علیکم برادر. والله کمپانی زمزم یک ماشینی که سوخوس چی ماشینی که همین زمزم این همینجا الحمدلله صد چند نفر از 100 چند نفر کیه ماشینی که کرده سوال جواب دی کیه ماشین چی ماشینی کرده همین سوخوس کدمه برای چیکار من مدیریتش موندگی بدم اینه از مدیریت گرفتم یعنی که چی خدمت شخصی داره این مردم ساز این الحمدلله مساز. السلام علیکم اینون بچه های خوالین علیکم السلام فاروق سلیم و سلیمان علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت خدا.
موی سر برو اومد که بله موی سر هست، موی سر الحمدلله برو اومد رفته است. اکنون موی سر سال شده که بله موی سر میبرو برادر، موی سر خسرو شید. سلام علیکم توجی که خدمون باشم اکا قریبی نکره صحبت هست. نه توجیه خدمون نیستم. السلام علیکم اکا با وجود صدای سینی سلامت خوبه اکا برامسی از خود تری باوری نداشتیم. یک ویدیو داشتم داده در خانه مقدس الله. خوب جلال الدین نگاه که برادر حاضی به خاطر الله اگر که همین نوشته باشی تلگرامی بابا جان 88 بدرو 2400 پادپیس روز همون حقارت ویدیو را ما پارتوفتم بدرو گوش که در همون حالت افیر من چی دشنو که من در خانه خدا نبودم، در کجا بودم؟ در خود طایف بودم، یه 100 کیلومتر خانه خدا دور. داشنام کده من در جواب گفتم پدر تا بدرو هم داشنام گوش که بعد بدرو دیگه چخ کنیم همین کلمه. علیکم سلام بچه‌ای که کتین بدرو بعد صحبت سوزی هوچی سوزی اومد خوب الحمدلله. اکد دیگه دستات ایسر نمیگیری نه وقت باید همین خیر اکد با وجود همین دکترتی مرا دستگیری کنید. ویدیوش روان کردم شما دا التماس از برای الله. شما را علی جان سمیه برادر جان من ویدیو دخترچه شما را مونتاژ کردگیم در ویدیو در یوتیوب موندگیم، یعنی موندگیم سرش ندادن. امروز پنجشنبه روزای شنبه یک شنبه سرش میتی به خاطر کی پراسموتر بسیار بگیره. حاضر پراسموتر نمیگیره. ویدیو دخترچه شما را من موندگیم برادر عزیز. برادر کدمیت برای حقارت دشنام اینترس نه تلگرامی بابا جان 88 بزنه همونجا هست بدروی از برای خدا گوش کنه چی دشنام من کدگی من در جواب چی گفتگیشم بدروی بعد دیگه چخچخ کنیم که تو بیامی سامنے ندیر تو. السلام علیکم وجی سوزید الحمدلله. مقصد این آدما ما حقارت میکنن تو خب آی چی دشنام کنن چی برسه ما خب کنیم تو گوری نه. من گفتم که پس اکران من خبشو نمیکنم، من در روی اکران حقارت نمیکنم. در همون جرم در روی اکران حقارت نکردم. اکای سمیر پیش افیر اومد من او رفتم به هر حقارت یه حقارتش کردم تمام. من در افیر این خیلی نگاه کرده حقارت نکردم هیچ کس هیچ محل نکردم حقارت. привет بل شما بدروی او حقارت گوش نمیبر что происходит все нормально здесь. شما بدروی یه بار حقارت گوش کنی حقارت به رحمش بعد بدروی جا چخچخ کنی. بازی در گس نیسته در پیش خانه خدا در گس نیسته هم برادر تو خر آدم نشدی اگه نمیدونم شما آدم شی رمشه دولت اف الله هدایت کنه. بچه ها در روی اکران بعد تو دو بار بزنی لایک میشه تو آدم بسیار برای اگه بازو نفهمیدی مرا من شما را گوش دارم اگه حسین نه مقصد ای آدم رو اقارت میکنن تو خب فهمیدم شما را دوستی خدا فهمیدم اگه بازو من خاص به خاطر الله شما را دوست میدارم اگه خفه نشه اگه من میدونم تو انسانی نیستی که به سبب دشنام کنی. من گفتم که ایرا کدام سخت رسیده به همون خاطر برادر من گفته شدم که همون زبسه که از ایوب مونده خاور بالا موندگیان نگاه کنی ببینه من از اکران روی اکران نگاه کردم حقارت نکردم. من او رفتم در تلفن او حقارت جوابش گفتم همونجا آوازم اومده تمام. اگه بخوای که چی حقارت ها کده تلگرام من بدروی بازم تلگرام با وجود نشده همونجا صحبت کنی برادر ببینی گوش کنی چی حقارت ها هست بدروی گوش کنی. حاجی کجا ده حاضر در کعبه اگه سوال مرا جواب دیدین باز میبخش اوش پیدا کلی سودم باز اگه دیگه دستات ایسر نمی گرفته شدم امی اگه حق خواهر کار گفته است نمیدونی یگون کار فهمیدم اگر کار در کار باشه پتن داشته باشه کار نازه اگه حاجی خدا بزنه این طایفه آدم ها که در همین ماهیش مبارک نخود این دشنام میکنن خدا جزیشون کنه. دشنام علی جان سمیه گوش کرده چی بوده اگه یگون کار در مسکن نمیدونیم برای یک خواهر فهمیدم که میایید ولی من برادر نمیدونم چی کنه کار هسته در حالت حجت داشته باشه. بخش برادرها گریپم. السلام علیکم اکا همون سرتان مبارک باشد اکا در همین ما دعاگو باشه انشاءالله. ایمیلیه نوشته که انشاءالله دعاگو هستیم. خب پسی پرده حقارت میکنه
من پس هر دایم من در روی اکران حقارت نمیکنم برای اینجا خواهر و برادرش تگیم پس اکران کسی حقارت میکنه یا نمود حقارتش میکنم دینا میشود وایم ما را میسونیم ما را ناموسوریم پاتین نداره نکی باید بگیره انشالله ان پاتین گرفت انشالله اگر که من تلفن برداشتن نتونستم جواب گفتن نتونستم آفیسی من بیا یعنی جای هجومه ما بیا در اون هجومه کارش یافتم میتیم با چیکار کنیم اینا بابا جان بابوش که ای بی بخدا بابا جان بابوش کن نفهمیدم خوب برادرو حجی فرضی حجی عمره اگر کسی اومدنی باشه شرکت زمزم به دل پر میتونه بیاد فهمیدی برو سوخوز الله هدایتت کنه کدمی هستی الله هدایتت کنه خوی بخیر جان امجی یگان کس مدیریتور من نیست همون سیلکای تلگرام من السلام علیکم کپی رو وقت کنه ده همینجا بمونه که من همینجا ذکر ریپیتش کنم هستم مدیریتور یگان کس هست رحمت کنم در پناه الله باشه سلامت باشه خوب رئیس سازم تینجو شهباز السلام علیکم علیکم السلام اکل انگاری سوزه الحمدلله سوزه تینجا مسکو دای تو خاک من یه تلفن دیگه ندارم که اینجا بمونم چی اخبارات که اینجا فاروش تگیم اخبارات بیزار کرده و بدبخت چی باید دیگه ویدیو نمیکنه ویدیو هر روز ویدیو پارتوکته است پروستو در کانال شاید نیستی سلام علیکم سوسید الحمدلله کی اکی سمیر همین تلگرام بابا جان 88 بدرو التماس همونجا چیش هم سایت از سکاپی رو که اینجا بمون دامن اینجا بستوی چیکم بمونم خب برادر بمونم تو مردم بدونن حرکت رو ببینن بابا جان یوتیوب سوم نمیتونه میگم در باره چی اینقدر کش و کش سیکرت چی باشه برادران ما با هیچ که کش و کش نکردیم با یگان کس دشنام نکردیم هیچ کس ویدیو ابرشنی نکردیم تونستیم یگان خدمت میکنیم نتونستیم حرکت میکنیم زلال نرسونیم تمام اکه بوجن بسیار اکه ایجا بسیار ترای ناموش بوجن ای به میگم بسش کن برای چی برادر برای برادر در حق ما دو انشاءالله شما نزاف بچگی اکنون موشون بچگی میدونم وجود یکی تیریم بود جای موی سرچسبونی نه اولیش نیست حجی فرضی اگر بر وقت پولش سپاریم ارزان میشه می یگان ماهی دکبر انور همین انتظار التماس همین همین شرکت زمزم از زنگ بزنیم مسئله حج فرضی حج عمره $5000 خطا نکنیم یا $4800 همش پستی بلندی اومدن رفتن همش میفهمونم برادران خوب الحمدلله سوالات و جواب پرسیدم بچه ها بخشش واجه در حرف ما انشاءالله شما نیز در حرف ما داغو باشه توبه همچون برادر اسلامی در حقیر دعا کنه اینه برادر من تلگرام از ذکر پیت تلگرام بدره دارم تلگرام بدره برادر برنامه الله قسم من بچه نیستم که دشنام کنم الحمدلله زیاده از 10 سال میشود دشنام نکردم ماشاءالله برادر جلال الدینی اکا در یک ویدیو کتی یا بچه حق بدیم بچه ختم بود بله بله اکا جان در حق ما دوگو انشاء التماس بزار نمره نوشت من با تو تلفن کنم برادر جان میتونه از زمین افیر بدره صحبت کنیم در همین افیر خوب التماس
میگم نیکی زورتون با اسم شریف نرسید با شوخی کارینتون که اسم شریف کی ده حج بدین قطعیت کودک بله وای بچه من فرزند من بچه برادر این همین کسی که حقیقت میخواه بفهمه این همینجا تلگرام ما ذکر پیت کردگیم با دلوی در تلگرام با وجود نشدهش حقیقت بفهمی ده حج بدین قطعیت بله بچه ها که خدمت پریمیر چند سو میچسبونی برادر از 70,000 تا 140,000 میشوه قیمت 140,000 وابسته به همون کلی سر چقدر همون کلای مقصد سر فهمیدی؟ محمد شریف گفت یک کودک شروع بود او را حاجی شید مو انشالله میشوه الله همتون به این جای مقدس اومدن نصیب کنه فقط نیت نیک باشه کنکوی هم دیگر نباشه میشوه خب کدام نمره به زنگ زنیم حاجی فاروق دیگه کمپانی ما گپی راستش ما 60 ساله قریب همین تل نقص نمیفهمم خب فرقت جان وحیدوف شما 937 733 93 93 937 733 93 93 واتساپ داره باز تکرار میکنم 8 937 733 93 93 واتساپ داره نویسه انشالله خیلی صحبت میکنم حاجی موی سرتون شروع شده من ترا چه بینم همه موی سر شنوندم حاجی جان التماس 937 733 93 93 زنگ زنید انشالله صحبت میکنیم سلام دیوم etapos nabromat чувак его дием etapa меброина аймон бурмат خیلی میبروه همه میبروه ای همه کال بابا جان دیگه کال نیست طوری سری من دیم etapa دینه ها دیده شده اینم دیم etapa برمات همش سلام علیکم اکی بابا جان حاجی در حق ما دعا کنین انشالله شما دعاگو باشه در حق ما مردم خواه اینه همه در مسجد همه خواه دیده استه بچه ها التماس در روی کمر بزنی لایک شود ای من میبروه برادر ای لوباید میبروه موفقیتی خواهانیم برو الله هدایت کنه پس گپای مردم پیامبر صلی الله علیه و آله گناه بود پاک بود بله برادر ساعت چنده در اونجا حاضرش در اینجا برادر ساعت 15 نه ملک مون ماشاءالله تی بس سر تا کل نمیکنی در حج سر مقصد میشود سر کل کنی میشود سر کل نکنی یعنی که یعنی اگر کل کنی البته صاحبش کلونه اما برای که ما پرستگاه کردیم اجازه نیسته با قیچی میکنن ای 4-5 طرفش قیچی میکنن برادر اکه سلام علیکم جان 100 بار گفتم تو جای نمازی رای کن نماز خون شدیم حتی دخترچم خیر و ثواب برای چرا پیشم نکردی عزیز آخی اسمس من یک قیامت هم کارخونه بیا هم حجامه ما بیا برادر هم یک جای نمازی به یک پل بگی چیکار تو کنم من وقت نمیام به همه یکم شروع برمت دیومش نمیبراید دیومش هم شروع فقط دیرسه میبراید آمین سلام با جان همین لنگری چیکار کرد چه سفید میکنه برادر رو بیایم پس بلند پس هم دیگر نزنیم فهم خدا نگهبان باشه سر رمضان سلامت باشه برادر عزیز الله برکتون تیه موی سر چسباندن جایزه بله جایزه برادر 3 ماه شد میبره انشالله فقط شمس صبر که اکا جان
اکا چند ساله این 36 ساله من نمیتونم رفتم به پشتا روی کنی التماس من یک زنم ببینی اکا برای یک جای نماز روی کردن باید ما جای نماز گیریم مینه میکنیم از اینجا بعد رفته جای نماز چیکار کنم پشتا روی کردن من خودم وقت ندارم نیستم یکی حرکت میکنیم من نمیتونم رفته فهمیدم میتونم خریدن یکی میگم ساوش بچه برسه 1988 بله باز خب بچه را پوتین باید نمیچسبانه ها حالا ایدویتم یه سوالی میتکی اکا ای کجای تاجیکستانی از جگرش ای نویرش بابای حاجی خداوند هرچتون الله به درگاهش قبول کنه سلامت باشه رمیز خوب خب برادرو الله برکتون تیا برادرو کدمت که اینترس نه نینمی تلگرام من امجا زکریپیت کرگی سمیر زکریپیت کرگی کسی دیگون سامنین داری یگون میخوای که حقیقت بفهمی بدروی در همی تلگرام بدروی حقارتایی که بود همش بفهمی که برای چی من دشنام کردم من در ایفی دشنام نکردم من اصلا ایفی رفتم دشنام کردم حقارت آواز اومده خیلی گم نداره ما گپی بیزی با اونجا نزدیم یا که پوتین خبر نداره خب اکا میبخشین اینقدر سوال میتیم اگر سکرین نباشه چند کودک داریم الحمدلله 4 فرزند داریم ما برادر عزیز ما 4 فرزند داریم خب همین منیزه به فکرم همین منیزه به فکرم خانه اسم شربیو بس کنیم برادرو نگنی هرچی دشنم نکنی صاحب نمیخوای خیلی سلامت باشی آخی میگم من نیستم در خونه خدا اومد چی با پشت شما رو روی کنم آخی چیکار تو کنم آشکار گپ زن برای چی دشنام کردی و کی رو دشنام کردی تو در خانه خدا هستی من یکمش در شهری طایف بودم که 100 کیلومتر از خانه خدا دوره دیمش که من در ایپیر حقارت نکردم من ایپیر اوس رفتم همون بچه من دشنام کرد بخوای که احمد حقارت کردم اینا تلگرام اسپیشال نذاک ریپیت کردم بدرو در همین پایون در تلگرام بدرو حقارت او بچه را بشنو بعد حقارت من مقایسه که با این ایپیر زنده بدور است گیرونه بدرو در ایپیر بعد بگو خوب شانه دیوانت گرفتیم باشی رمیز اینا برادر جون просто من دیگه تلفن دیگه حرام خوره که پلیکی رفت ای پلی خودت زیارت مبارک سلامت باشه یا خیلی نه دیگه که راهی رمضان برای او یا خیلی شما رو هم قصد فهمیدم که چی دوست میکنی حقارت میکنن بدبختا آدمی خوب حقارت نمیکنه ما باید خفشون کنیم نه برادر در افیر که من جواب نگفتم پس اکران کسیش که نامرش در دست خورد بود چنون حقارتاش میدونم کیف میکنم اما نه همه وقت
خب assalomu alaykum. Alaykum salom birodar. Aka Mirali so'zi tenji. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Звук арз карда будам. Бале, санг шуд задан дар кор. Аллоҳ ҳидоятшон кунад. Ассалому алайкум. Алайкум салом ва раҳматуллоh. Манижа дандон ранги. Салом алайкум боҷон. Илтимос номерота бугум дар свят биром. Ришам ду чош рехта. Яки номеро бачаҳоро бигӯйда. Ман наздик Теплисан. Чӣ кунед бародари азиз? ҳозир шумо дар чӣ кунед? Дар WhatsApp нависед 937 733 93 93. برادر بابایان تو رو خدا داده است این نعمتهای دشمنان خورد شما. الله هدایت کنه دشمنان ما که تو دوست بسیار شود. سلام علیکم بابایان. التماس نمره 937 733 93 93 937 733 93 93. نه غم شما نمیخوره. هم کسیش گپ داره. هر یک سخنی که ما در روی اکران میکنیم برای خودمون دلیل داریم. هر یک سخنی که در روی اکران میکنیم برای خودمون دلیل داریم برادر. اوه السلام علیکم. چوکر ادبیک جان. علیکم سلام. چوکدی دکجوی سیویت بیزه به ادبیک ایدو درک بیچاره تاجیکستان اومدگی. قبول کنه برادر. احمد سلامت باشه. احمد اومدی دیدی برادر؟ احمد اومدی حقارت شنیدی؟ سوال جوابتی. اکا باباجان یگان نمره ملای سازه بگو. یک سوال داشتن در باره زکات اکا. انا اکا انشالله قربان علی شریف در واتساپ نویس انشالله نمرت میپرتم یادمو اهمیت ند. این اهمیت چون نمیتیم اکا باباجان یگان نمری ملای ساز بگو. فهمیدم. انشالله می اکا باباجان. اکا باباجان با یک خیل پدر سگا خفه نشه. این نه پروست بعضی محل میگذارن پناه بخدا. لا بای سلام علیکم دی بیگ جان. سیویت سلام علیکم اکای بابا جان. شگه سیویتم بیزه به بعد اپیل زنگت میزنم. خوب اکا جان. السلام علیکم. گام نیست. السلام علیکم. او حاجی زیارت مبارک شه بدن این بزایی که گپای قبه می نویسن اهمیت چون نه انشالله اهمیت چون نمی. الله برکتون تیا. خوب دوستان عزیز من برای چی بعضی محل بابا جان دو سیم ارتا او اسپیت نکردم نویسیم 937 733 93 98 937 733 93 93. خب دوستان چی کنی شما بعضی محل میگم که قدر حاجی میرزا را برادرها را بدونه برای که یا انگوش شمار موندگیم خدا نکنه پروردگار جانشو نگیره یعنی که امانتش خیلی مشکل ملایی که در حقیقتا باوری داری بدتر فتوا میتیه انشالله بابا جان تو برادر من یکم بدی ندارم به خدا. نفهمیدم شما بیاد سوال دادی برادر احمد که چی به حقارت کردی فهمیدی در چی جواب در کدام حالت من دشنام کردم. سلام علیکم اکای بابا جان. سوزیتون ماشی خو الحمدلله سیدینیت کن اکا جان. محمد تاجدین بخواه کدمت که سیدینیت چیه در تلگرام من بدروی من هم سیلکای اپیرا پارتوبتگیم بدروی ده همجا صحبت کنیم برادر سیلکاش پارتوبتگیم.
سیلکه همین افیر پارتگیم بدوری صحبت کنیم برادر عزیز. خوب راست میگی برادر. خوب اینم تلگرام دامجا برادر عزیز این همینجا سیلکه موندگی دام سیلکه بزنید از کلیپ دهم چی میدونه افیر پارتگیم در اپلود کردم از ایمان وارد میشه میدونی برادر عزیز خدا هدایتون کنه فقط یک طرف از زده شده منیجه چی نمیشه این منیجه سهر شده میخچه چپیده است تپیده شده برای خوارجون ایدمی زندگی چه مایرش این خوبی نداره همجای سودن یک پست بلندی گفتم روز خودت برادر اسلام منی برای همه فقط است نفهمیدم برادر من در افیر حقارت نکردم من حقارت کردن هم نبودم خیلی اگذرون از یعنی که رمکه انسانی برم بود شهری سلامت باشی دیگه کار نداریم مردم سیلکه پولکه کردیم میشن خوب مگه بیا جورا ایدمی زندگی مرا صدقه افیر میکنه خوب سلامت باشی برادر علیکم السلام و رحمت خدا برادر علیکم السلام و رحمت خدا ایشونی بابا هم چی نوشتید ایشونم بس نوشتید چه خب یک مسئله که صحبت کردیم از اول افیر نبوده یک ولی بعد شعلش میکنم نزوان شعلش میکنم خدا هدایت میکنه همه ما الله هدایت کنه که بگویم ما را دعا بکنیم که ما هم براییم الله همه ما را برای جای مقدس آمده نصیب کنه برادر همین کمیش دشنام میکنه بگی سر از روچکه برای سلام علیکم بابودم قرض موه میچسبونن نه برادر قرض هم چون چسبونن خوب دوستان الله برکتان تیا ما افیر قد میکنیم خیال میکنیم که با قدر امکان با سوالات و جواب گفتیم خدمت که بعد افیری ما را میبینی برای مهم نیست انشالله احمد برادر در مهم نیست در کدام حالت سیلکه تلگرام در کامنتر میمونم یا که در تلگرام بابا جان 88 بدروی همه حرکت ببینه الله همه ما را برای هدایت کنه 937 733 93 93 937 733 93 93 کسی حج فرضی و عمره آمدنی هستی برادرو در شرکت زمزم بدون بدیلی پر بدون صحبت کنیم نمروی مورا ندادی گفته سودم آخی 937 733 93 93 8937 733 93 93 الان نگهبان تو السلام علیکم و رحمت الله نه در کی قربان علی شریف چی کن موازی افیر میبرم در واتساپ نویس نمره ملو را بچیم 937 733 93 93 8937 733 93 93 8937 733 93 93 خدا نگهدار باشی شریع الله خدا نگهبان و کمیرالی الله برکت یا خدا نگهدار السلام علیکم